دشمن برای فعلا 100 متر مسافت داره. اونمو منطقه که این چیز از درخت هاست میبینی؟ اون نموجه معلوم میشه. قندوز در این اواخر شاهد ناامنی ها و درگیری های شدید میان دولت و مخالفان مسلح دولت بوده است. با این حال مردم در این ولایت در برابر مخالفین مسلح سلاح گرفته و عملا به خاطر حفظ مناطقشان با طالبان می جنگند. نظام الدین محمدی فرمانده محلی در قندوز است که با داشتن 170 تن از جنگجویان در برابر 300 طالب مسلح می جنگند. طالب پیدا شد با اوشور بگی زورگیری کو مردم تهدید کو همین گپا روان بود. ما با رفتیم قطع عمر صاحب شیشتیم گپ زدیم خیری سفیدا کل قماندانان بود و ما را گفتن که از قومتان از خیریتان دفاع کنید، نه در کسی اوشور بتید، نه کسی باج بگیره، نه کسی را اجازه بتید که در قریتان داخل شود. وی میگوید که آنان سلاح ثقیلا ندارند و تنها با سلاح کلاشینکوف، راکت و پیکا مجهزند که در تجهیز و تمویل آنان مردم محل و فرماندهان جهادی با آنان کمک و همکاری میکند. ما یگانه کمک همکاری که برای ما میکنه مردم سلاحی که داره در دستشان از خودشان است. مردم گوش سودا کرده، مالش سودا کرده، تفنگ سرشانه کرده، از قوم خود از منطقه خود دفاع کردن. کمکی که میکنه عمر صاحب میرعلم خان با کمک میکنه برای ما از طریق مهمات میشه. یگان چیزی ناچیزی که با کمبوتات داریم با او همکاری میکنه قطعی ما. افراد مسلح محلی که در برابر طالبان می جنگند میگویند که آنان به خاطر حفاظت و امنیت مناطقشان